انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال را معین کرد. به اطلاع رئیس این انجمن نظرالله لطیفوف بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران ورزشی به دهگانه بهترین سال نمایندگان 5 نمود گشتین جودو و بوکس، گشتین سامبو، گشتین آزاد و تکواندو داخل شدند. تیمور رحیموف در نمودهای المپی، اکمالالدین کریموف در نمودهای غیر المپی ورزشگران بهترین سال دانسته شدند. میجگونا سمدووا در میان زنان بهترین ورزشگر سال اعتراف گردید. سال 2021 برای ورزشگران تاجیک سال امتحان جدی بود. 10 ورزشگر تاجیک در المپیادای توکیو شرکت کردند ولی متاسفانه آنها نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان به مدال ماند. ابراز داشت نظرالله لطیفوف. رویخط بهترین ورزشگران سال: تیمور رحیموف گشتین جودو برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 100 کیلوگرم در بشکک قرقیزستان، مدال نقره مسابقات توسکولوی بزرگ در باکوی آذربایجان، مدال برنجی مسابقه ابودبی گراند سلام 2021 در ابودبی امارات متحده عرب، غالب جام پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه. اکمالالدین کریموف گشتین سامبو برنده مدال طلای چمپیونات جهان در وزن 58 کیلوگرم در ازبکستان، مدال نقره جام پرزیدنتی فدراسیون بین المللی گشتین سامبو در شهر سانت پترزبورگ روسیه، مدال برنجی جام جهان در مسکو روسیه. کوبرانشو استوپیریان برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 90 کیلوگرم در بشکک قرقیزستان، مدال نقره مسابقه توسکولوی بزرگ در ابودبی امارات متحده عرب، غالب جام پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه. سامان محمدبکوف گشتین جودو برنده مدال نقره چمپیونات آسیا در وزن 73 کیلوگرم در بشکک قرقیزستان. خوشقدم خسروف گشتین سامبو برنده مدال نقره چمپیونات جهان در وزن 64 کیلوگرم در تاشکند ازبکستان، غالب جام جهان در مسکو روسیه. دلیر رضازاده گشتین یونونی و رومی برنده مدال نقره چمپیونات آسیا در وزن 77 کیلوگرم در شهر الماتای قزاقستان. میجگونا سمدووا بوکس برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 57 کیلوگرم در دبی امارات متحده عرب، مدال طلایی جام جهان در نیژنیورتوفسک روسیه. بهادر عثمانوف بوکس برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 64 کیلوگرم در دبی امارات متحده عرب. شعباس نعمتاللهیف بوکس برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 81 کیلوگرم در دبی امارات متحده عرب. مورو حلیمووا تکواندو برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در وزن 67 کیلوگرم در بیروت لبنان.